اگر این مهارت ها رو نداشته باشی تا 5 سال دیگه حذف میشی. دنیای امروز دنبال قوی ترین ها نیست، دنبال اونیه که سریعتر خودش رو با تغییرات وفق میده. اگه این 10 مهارت رو نداشته باشی نه تنها شغلت رو از دست میدی بلکه ممکن است کل بازی زندگی حذف بشی. آینده مال اونیه که بلده یاد بگیره، نه اونی که فقط بلده. اگه فرق واقعیت و دروغ رو نفهمی حتما میبازی. موفقیت فقط به IQ نیست، EQ سرنوشت تو میسازه. اگه نتونی درست حرف بزنی حتی استعدادت هم دیده نمیشه. در آینده کسی که وقت نداره یعنی زندگی نداره. تو دنیای هوش مصنوعی بی‌سواد کسی که تکنولوژی بلد نیست. دیگه کسی منتظر کلاس نمیمونه، خودت باید خودتو بسازی. کسی که به تغییر نبگه له میشه. در دنیای پیچیده امروز فقط اونایی دووم میارن که میتونن راه حل پیدا کنن. اگه نتونی خودتو به دنیا نشون بدی انگار اصلا وجود نداری. دیده نشی حذف میشی. این دنیا جای کساییه که هر روز دارن خودشون ارتقا میدن. حالا از خودت بپرس من این مهارت ها رو دارم یا دارم حذف میشم؟